پایان بر شما بینندگان تلویزیون سیمای مستقل تاجیک. برنامه خانقاه مهمانی خاندان شماست. ما با شما سالمی و خیر خواهانیم. موضوعی که ما امروز گپ میزنیم موضوعی است که آن را حتی وبای عصر هم میگویند. این نشأه‌مندی است. یک ظهورات است که اگر بیماری یک جای انسان را کسل کند، نشأه‌مندی تمام ساحه های فعالیت انسان را فرا میگیرد. هم تن او را بیمار میکند، هم احساسش را منفی میگرداند، هم فکرهایش را بد میکند، هم فرهنگ و آدابش یعنی روانش ناراحت میسازد، هم به اجتماعیات او خلل میرساند، هم طبیعتش را نامعتدل ساخته معنویات حیاتی را از بین میبرد. برای همین نشأه‌مندی را وبای عصر گفتند. در برابر آن که ما میبینیم طب ترقی کرده است، البته واسطه ها و راه های گوناگونی پیدا شدند که میتوانند با چنین بیماران کمک رسانند، ولی اگر سطح های زیادی در پیش این ظهورات گذاشته نشود، میتواند که هر یک خانواده را ناراحت سازد، فرزندان او را با آغوش این بیماری بگیرد و زندگی آنها را تلخ کند. خدا نگه دارد. پس امروز ما شما را اطلاعات میتیم و یک مشق روانی میکنیم که کسانی که در حالت گروهی خطر هستند، در اطراف آنها نشأه‌مندا هستند، کسانی که میخواهند که یک صدی راهی در سر خود بسازند که در آینده اگر روبرو هم شوند از این چیز ایمن باشند. باز هستند کسانی که مواد مخدر سبک یا که میانه را استعمال میکنند و هنوز به وزمینهای اون رفتند، و کسانی هستند که نشأه‌های سخت و قوی به مانند گیرین را استفاده میبرند، و کسانی هستند که تبابت گرفتند ولی در زینه توانبخشی ریابیلیتاسیون قرار دارند. عموما در 4 زینه ما با شما کمک رسانده میتوانیم که این بیماری را پیشگیری کنیم، تبابت کنیم، تشخیص درست بمانیم و البته برقرار سازیم، یعنی به زندگی باز مقرری کسانی آسیب زده را، آسیب دیده را برگردانیم. پس گوش به صدای ما دهید. بدانید که وقتی که مواد مخدر ماده‌هایی دارد، نشأه یا که نارکوتیک وارد خون می شود، معاینه سر را وادار می سازد که آن ذخیره هایی که در او هستند، ذخیره هایی که گویم که همچون یک قوه و نیروی احتیاطی در آن هستند، آنها را استفاده می برد و گرمان های حلاوت بخش حاصل می شوند با مانند دوپامین، که تخلامین، اندرفین و هاکذا. و بعضی نارکوتیک ها از آن جمله نارکوتیک میانه، الکل، اندک این گرمان ها را در خون بیشتر نگاه می دارد و از ویرانشوی آنها را ایمن می دارد. برای همین اندک حلاوتی می آرد، ولی اینها همش فریب هستند. اینها معاینه سر را خراب می کنند. به سبب خراب شوی ذخیره های معاینه سر می شود و هر زمان برای انسان لازم می شود که باز دوزه سخت‌تر، مقدار زیادی این موادها را استفاده برد تا که حلاوت گیرد. ولی هست در خون بعضی ها گن هایی هستند که بعضی نشأه ها، بعضی موادهای مخدر با آنها زیان جدی نمی رسانند، ولی آنها از طرف جمعیت، از طرف مردم و خود آنها و فرزندان آنها همچون یک داغ است که می دانند که استعمال می کنند و خوب می شد که آنها هم کوشش می کردند که از این خلاص شوند. البته مشکلی باز در دولت های ترقی کرده در آن است که هر زمان نارکوتیک های نو، نشأه های نو را اختراع می کنند و آنها را به مردم پیشکش می کنند و حتی خود متخصصان نمی توانند که با آنها نام دهند یا آنها را از طرف قانون منع کنند و گوناگون حب‌ها، تبلیتکه های پیدا شده است که استعمال می کنند و همه این سبب آن شده است که
در برابر آن که پیشروی تکنولوژی و زندگی هست، طب پیش رفته است، بسیار چیزهایی هستند که انسان رو میتوانند کمک کنند، زندگی رو آسان کنند، ولی باز از طرف دیگر سایه این تکنولوژی حاضر زمان مشکل های زیادی با مانند نارکوتیک های سنتتیکی پیدا کرده است که با جمعیت دولت های گوناگون وارد شده ایستاده است و حتی برای جوانان خطر مدهش را ایجاد می نماید. خیلی که گفتیم نارکوتیک ها در داخل معده سر سبب حاصل شدن یا نگه داشتن گرمان های حلاوت بخش می شود. یک قوه در بدن انسان پیدا می شود و این موقتی است و هر زمانی که باز همین قوه را حس کند باید یک مقدار دیگری را استعمال کند. برای این خطرش هم در همین است که آهسته آهسته ارزش این مقداری نشه، مقداری نارکوتیک چنان زیاد می شود که هر زمان ارزش های زندگی انسان از بین رفتن می گیرند، قرب آنها، معتبریت و مقدسات آنها پس شدن می گیرد و انسان حتی به درجه می میاد که اول چیزهای خانه آهسته آهسته نزدیکانش را و جگربندان خود را و آن مقدسات های دیگری از آن جمله سلامتی را و حیات را در همین زیر خطر می گذارد تا اینکه یک حلاوتی از آن نشأه یا که مواد مخدر بگیرد. پس تفکر کنید، بینید که آهسته آهسته به چه برده می رساند و آن وقتی که خوب نشسته است انسان در نارکوتیک، در نشأه، آن وقت او تماما آدم دیگر است. ارزش های او دیگرند، تفکر او دیگر است، احساس او دیگر است، درد او دیگر است، اندیشه‌رانی و هدف های او دیگر هستند. آن آدم نیست آن کسی که پیش شما می دانستید. پس درست درک کنید و سری وقت است که شما سری راهی بسیار نزدیکانی از کسانی که با شما زندگی میکنند یا خود شما هستید سری راه این کار را بگیرید که عمری آدمیزاد را کوتاه میکند و حساب میانه نشأمند تا 15 سال میتواند عمر بیند و بعد آن مرگ او را انتظار است، یا بیماری های گوناگون از حسابی که با سوزندارها درک‌های خود رو کال میکنند و حب می‌نوشند یا اینکه با واسطه بینی و راه‌های دیگری استعمال میکنند و یک اسباب‌های از یکدیگر رو استفاده میبرند و در بین آنها کسانی هستند که بیماری‌های اسپید دارند، بیماری‌های مسمومیت دارند، بیماری‌های هپاتیت دارند، یعنی که تا 40 نمود بیماری با واسطه این نشأه ها میگذرد و آنها با بیماری‌های گوناگون مبتلا میشوند و متاسفانه میبرند به خانه‌های خود و فرزندان و نزدیکان خود آن را پهن میکنند و یک سرچشمه هست که سرچشمه بلا برای نزدیکان و برای خود و برای چه ملت و چه وطن. و بی‌طرف نباشید در این مسئله، اگر حتی که کسی را بینید که بیگانه هم باشد. و ما در زمان زندگی میکنیم که شکر خدا و وطنی امن استقلالیت هست و ما امکان پیدا کرده ایم که صدی راه عظیمی بمانیم بر ضد این بیماری و خدا کند ما در این پیروز شویم و اکثر مردمی که به این بلا گرفتار شدند آنها را خلاص کنیم. وزارت تندرستی تاجیکستان چند مرکزهایی دارد که آنها سر و کار دارند و تبابت، پیشگیری و برقرار کنی چنین بیماران. میدانید آگاه باشید که باز هر یک درمانگاه و هر یک منطقه باز متخصص نارکولوگ را دارد که در این مسئله میتواند که کمک کند و شما میتواند که بواسطه مراجعت کنید به دکتران عائلوی خود، آنها با متصدیان خود که در هر یک درمانگاه در هر یک مرکزهای طبی هستند مراجعت میکنند. از آن باز میتوانند آنها بالاتر و متخصصان مخصوصی که به همین سر و کار دارند مراجعت کنند و هست باز در هر ناحیه در هر شهر هست مرکزهای ناحیه‌ای، مرکزهای شهری و در جمهوری هست مرکزی نارکولوژی که سر و کار دارد با تبابت بیماران نشأمند. در تاجیکستان وزارت تندرستی چنان صدی راهی خوب ساخته است، چنان سیستم و مکانیزمی ساخته است که هر کس آن را درست استفاده برد میتواند که پوره از این بیماری خلاص شود. این خوش خبر است به شما. میدانید که هر کسی که
هر زینه هایی که ایجاد شده‌اند از طرف متخصصان ساحه تندرستی آنها را درست گذارد، بعد چند مدت درست و سالم از آن میبراید. اول این است که البته بداند انسان اطلاعات های زیاد بگیرد که در تگ دل انسان وقتی که مردن میخواهد، در ضمیرش، در ذهنش که به زبان روسی آن را پدسازنانی میگویند، وقتی که خود بهادهی خود پست میکند، به مشکلات زندگی روبرو میشن، جنجال ها میشن، در تگ دل تمنای مرگ میکند و نشأمندی هم یکی از همین مکانیزم هایی است که انسان در زیر شعورش میخواهد که خودش را به نیستی برد. تمنای مرگ کردن است. برای همین پیش روان تحلیلان میگوید که این فکری در زیر هوش و در زیر شعور بوده‌تان را، در ضمیر و نهانی تگ دل بوده‌تان را بیرون میکنند و اون کنفلیکت، جنجالی که در درون معده سر است آن را حل میکنند. آن وقت ریشه خواهشی نشأمند بودن یا که استعمال نشأه برهم میخورد و انسان را خواهش طبابت پیدا میشود. همون کسانی که نمیخواهند طبابت کردن، اینها کسانی هستند که در حقیقت خواهش طبابت در تگ دل ندارند و آنها رو چون تگ دلی آنها در صحبت با ما که دیگر کردیم، آنها رو روان تحلیلی پسیخوانالیز کردیم، آن وقت آنها خواهش زنده و حیات بودن در آنها پیدا میشود. یعنی روشنایی حیات در آنها زنده شده، باز از سر هم خواهش زندگی کردن میکنند و خواهش صحت شدن. و وقتی که آنها خواهش پیدا کردن به متخصص مراجعت میکنند که در آنجا تشخیص میمانند که کدام نمود نشأمندی است، کدام کمبیناسیون، یعنی که یک جویا کردن نشه ها رو، نارکوتیک ها رو استفاده برده است و چقدر وقت استفاده برده است. و در این وقتی که تشخیص موندن، البته متخصصان آن اذیت های، آن ابستیننس سیندروم میگویند، اون چیزی که لامکا میگویند به زبان مردمی که میشد آن رو برطرف میکنند، خواهش سختی چه جسمی باشه چه احساسی آن رو برطرف میکنند و وقتی که بعد چند روز خون تازه شد، وقتی که زهر از خون گرفته میشود که خود نارکوتیک به مقدار زیاد زهر است، آن وقت دویم زینه طبابت سر میشود. این زینه طبابت عضوهایی که آسیب دیدن، مثلا رگ‌ها اگر از رگ‌ها کول کرده باشد یا که جگر بیمار شده باشد یا که معده یا که شوش‌ها یا که پوست یا که عموما عصب، آن جایی که بیشتر آسیب دیده است از استعمال همین نشأه ها و این در نزد متخصصان ساحه‌های گوناگون تیپ کورس طبابتی را میگذارد. و سوم زینه، این زینه برقرار کنی روانی و احساسی است. عصب او را، طبع او را، خوابش را، فکرهایش را، عموما آن نازکی‌های روانی که پیش نظرش هستند، خواببینیاش هستند، عموما طبع ناخوش است، احساسات منفیش است، عصبانی و ها کذا چیزهایی که بعد طبابت دیده میشد در آنها، آن وقت این را برطرف میکنند و این را در نزد روانشفایان طبابت کرده میشوند. و چهارم زینه، این زینه ریابیلیتاسیون اجتماعی، توانبخشی اجتماعی هست که انسان رو باز از سر نو برقرار میکنند با زندگی و مناسبت‌های گم شده‌ای که در وقت نشأمندی آنها را از دست داده بود، باز رفت و آمد اجتماعی و خیشتواری از پی زندگی روزگار رو در یک جا کار کردن رو برقرار میکند که این رو البته ساختارهای گوناگون اجتماعی به دوش دارند و در تاجیکستان ما حتی در نزد وزارت تندرستی هم این چیز دیده میشد هست و اون را باید درست استفاده برد. و در اینجا مهمش آن است که آن گروه هایی که رفت آمد میکرد، آن کسانی که با این کار سر و کار میکردن و هر زمان میگن که هر وقت خواهی میتوانی رفته طبابت کنی، خونت تازه کنی، این هیچ کسی هیچی نمیکنند، مثال های گوناگون میارند، میدونید آنها تاز میکنند که این کسی که میخواهد از کروگ از اطراف خود آنها را دور کند، آنها باز راه های گوناگون دارند که او را مجبور میکنند که باز از سر نو به کار خود برگردد، چون که آنها اگر به مقدار مانند، به آدمانی که چون این کار میکسر و کار میکنند بمانند، آن وقت پیدا کردن مواد مخدر برای آنها مشکل میشد. یعنی که در جمعیت آدمان چون این است که هر کس میخواهد که شریک خود را داشته باشد و شاگرد برای خود تیار میکند، چی نشأمند باشد، چی
کسی که مثلا زندان از زندان برآمده است، چی معلم باشد، چی هنرمندی باشد، چی دکتر باشد، چی کسی باشد که با شریعت سر و کار دارد، چی اوستای کاری هست، همه میخواهند که علم آنها زنده ماند، کار آنها زنده ماند و کارها دو نمود منفی و مثبت میشن. بگذار کارهای شما مثبت باشند و شما کوشش کنید که عقیده های خود را در بین آنها پهن کنید، عقیده های صحتی و سالمی و راه های برآمد را از این مشکلی. البته بعدی که چون حالات ها رو میگذارند، خوش حال آن زنهایی که شوهرهاشون نشمند بودند، خوش آن پدر و مادری که قدر عذاب میکشیدند که پسر خود را خلاص کنند، خوش آن حال برادرانی که اینقدر دو و تاز میکردند که برادر خود را یا که نزدیک خود را از این وبا، از این آفت خلاص کنند. خوش آن کسان رفیقانی که چنین رفیق خود را باز از سر نو در گرد خود، در اطراف خود گرفتن، همراه همنشین خود کردند. و این به شما خوش خبر است که شما می توانید که در حالت رعایت کردن چنین زینه های طبابتی نزدیکان خود را از این آفت خلاص کنید. خوشا حال شما و نگفته نمانند که ما مشق روانی داریم و این مشق روانی برای آن است که از ضمیر شما، از تگ دل شما آن خواهشاتی که بیشعورانه است و آن خواهشات تمنای نیستی، تمنای مرگ است، آن را برطرف کنید. بشینید درست و آزاد. به نام شعوری هستی سر میکنیم. به نیت شفا بشینید و خود را در بین مینه سر قرار دهید. درست و آزاد بشینید. بدن خود را سر دهید. این مشق روانی ما سر شده است به هم که نیتی که تمنای مرگ در زیر تگ دل شما بود آن را ما برهم زنید. کف پای خود را حس کنید. بدن خود را سر دهید و از کف پای یک قوه جاذبه شما را به طرف زمین میکشد. قوه دیگری موری دستون مهره شده به طرف سر می رود و آن با آفتاب پیوست می شود. زمین و آفتاب در بدن ما و شما ملاقات می کنند و بدانید آگاه باشید یک درختی که شما می بینید و درون آن و چوب او می رود آب و خاک بالا و به زیر پوست او که قبط کمی هست آن فتوسینتزی که برگ‌ها میکنند به طرف ریشه ها میرود. و در انسان هم چنین است. نوری است که میرود به زمین با کف پای و نوری است که از زمین بستون مهره به طرف مینه سر و از آن به آفتاب میرود. حس کنید که نور از بدن چخیل میگذرد. این را شستشوی نوری میگویند. قوای الکترومگنیتی و گراویتاسیونی دو سیاره بزرگ آفتاب و زمین از ما و شما میگذرد. و اگر شما بخواهید از سیستم آفتابی بیرون شدن، بدانید که هستند برج‌های ماهانه و از برج‌های ماهانه هستند برج‌های سالانه که آنها موچل میگویند و از برج‌های سالانه هست قوه جاذبه ره کهکشان و از آن قوه جاذبه میگا گالاکتیکا و از آن قبط یکم آسمان تا هفتم الکرسی و دور و عرش خدا. و 4 فرشته که نگه داشتند عرش را و پای آنها هست دستن پشت بزرگی و آن در فیلها و فیلها در ماهی
و ماهی در آب و آب در قدرت خدا. اگر سیاره ها را، ستاره ها را با هم پیوست کنیم، ما میبینیم که هر یکی آن شکلی را میگیرد. اکنون به شما فهما شد که چرا ما و آنها شکل حیوانی را میدیم. پس بشینید درست و آزاد و حس کنید قوای باطنی خود را که نوری عجیبی از درون یک روشنایی را روشن میسازد، یک شمعی را در میگیراند که این نوری خواهش حیات است. و خواهش صحت بودن و طبابت کردن پیدا می شود. خوش و حالی کسی که خواهشی خوشبخت شدن دارد و شما شایسته خوشبختی هستید. تا بازدید.